سلام به همه دوستان و علاقه‌مندان دنیای شگفت‌انگیز حیوانات. ویدیو امروز ما در مورد 10 تا از حیواناتیه که سریع‌ترین واکنش‌ها رو دارن. حیواناتی که سرعت عکس‌العملشون کمتر از نیم ثانیه هست و با سرعت باور نکردنی به خطرات و حمله‌ها واکنش نشون میدن. شماره 10 این لیست ما سنجاب زمینی سیبریه. این سنجاب‌های زیبا و دوست داشتنی در ژاپن و اروپا و از دریای بالتیک تا سواحل اقیانوس آرام یافت میشن. در دسته سنجاب‌های پرنده قرار دارن و با پوست خزدار خودشون و غشای بین پاهای جلو و عقب میتونن تا فاصله 100 متری از شکارچی پرواز کنن. سرعت عکس‌العمل این سنجاب‌ها فقط 250 میلی ثانیه است. شماره 9 سگ‌ها. سگ‌ها در واقع نوعی از گرگ‌ها هستند که اهلی شدن و به عبارتی اولین حیوانایی هستند که اهلی شدن. سگ‌ها وفادارترین موجودات زنده هستند و بدون قید و شرط عاشق شما و با کمال میل حتی جونشون رو با خوشحالی تقدیمتون میکنن. سرعت واکنش این حیوانای دوست داشتنی فقط و فقط 200 میلی ثانیه هست. شماره 8 قورباغه‌های سمی تیرزن. این قورباغه‌ها برخلاف ظاهر زیبا و دلفریبشون یکی از سمی‌ترین موجودات این جهان هستن. بعضی از اونا با سم داخل بدنشون میتونن حتی 10 مرد بالغ رو در کمتر از 3 دقیقه بکشن. سرعت واکنش این قورباغه‌ها فقط 150 میلی ثانیه هست. شماره 7 مارمولک‌ها. حیوانای بامزه و جذاب که برخلاف تصور عموم به دلیل ماهیت پوستشون که ضد باکتری هست کاملا تمیزن و به هیچ عنوان هم سمی نیستن. مکانیزم دفاعیشون فقط فراره که اکثریتاً به حالت ارادی دمشون رو قطع میکنن و دمشون تا چندین ثانیه تکون میخوره و حواس مهاجم رو پرت میکنه و خودشون به راحتی فرار میکنن. سرعت واکنش مارمولک‌ها در حدود 110 میلی ثانیه هست. شماره 6 گربه‌ها. حیوانای دوست داشتنی و بامزه. بیش از 500 میلیون گربه در بیش از 40 نژاد مختلف در دنیا وجود داره. گربه‌ها حیوانایی بسیار تمیزن. حدود 1/3 از زمانی که بیدار هستن رو به تمیز کردن خودشون اختصاص میدن. با این حال لازمه بدونیم مدفوع گربه که توی خاک دفن میکنه حاوی نوعی انگل به نام توکسوپلاسماست که واقعاً باعث سقط جنین و نازایی میشه و میتونه از تماس با خاک آلوده به انسان منتقل شه. سرعت واکنش گربه‌ها در حدود 90 میلی ثانیه هست. شماره 5 تمساح‌ها. موجوداتی ترسناک و بسیار قدرتمند. اما جالبه بدونین حرکات بسیار محدودی در گردن خود داره و اگه دهن تمساح رو بتونیم ببندین دیگه نمیتونه بازش کنه. در واقع با همین روش تمساح‌ها رو به مراکز درمانی و یا تحقیقاتی منتقل میکنن. این موجودات 5 متری و نیم تونی علیرغم جثه بسیار بزرگشون سرعت عکس‌العمل باور نکردنی دارن. سرعت عکس‌العمل تمساح‌ها فقط 70 میلی ثانیه است. شماره 4 زنبور عسل. موجودی بسیار مفید که حتی توی قرآن کریم هم چندین بار بهش اشاره شده. جالبه بدونین هر 8 زنبور عسل در کل زندگی خود فقط 1 قاشق چایخوری عسل تولید میکنن. زنبورای عسل اجتماعی هستن ولی در مقابل خطرات و تهدیدها به شدت خشونت‌آمیز رفتار میکنن. سرعت واکنش زنبورها فوق‌العاده سریع و فقط 50 میلی ثانیه هست. شماره 3 شاهین‌ها. در واقع سریع‌ترین جانداران روی زمین هستند چرا که نوعی از شاهین‌ها میتونن با سرعت باور نکردنی 390 کیلومتر در ساعت پرواز کنند. علاوه بر سرعت وحشتناکشون سرعت عکس‌العمل باور نکردنی هم دارن. سرعت عکس‌العمل شاهین‌ها فقط و فقط 30 میلی ثانیه هست. شماره 2 یوزپلنگ‌ها. یوزپلنگ‌ها سریع‌ترین پستانداران روی زمینن. در واقع شتابگیری یوزپلنگ حتی سریعتر از ماشین‌های فرمول 1. این شتابگیری به دلیل گام‌های بسیار بلند این حیوانه که تا 7 متر در هر گام میتونن حرکت کنن. معمولاً یوزپلنگ‌ها آرام آرام و آهسته به سمت شکار خود نزدیک میشن و در فرصت مناسب که احتمال فرار 0% باشه حمله میکنن. سرعت عکس‌العمل یوزپلنگ‌ها عدد باور نکردنی 20 میلی ثانیه هست. شماره 1 مگس‌ها. این حشرات موذی و چندش در واقع سریع‌ترین عکس‌العمل را بین همه حیوانات دارن.
نکته خیلی عجیب و جالب در مورد مگس‌ها بهداشت اوناست. به طور وسواسی دائما در حال تمیز کردن خودشون هستن، چرا که تمیز نگه داشتن سنسورهای چشایی که غالبا در پاهاشون قرار داره یه عمل حیاتی در مقابله با بیماری و مرگشونه. مگس‌ها تقریبا میتونن همه جهات رو ببینن، حتی پشت سرشون رو. به دلیل واکنش مکانیکی در چشم‌های مگس‌ها، سیگنال‌های عصبی خیلی سریعتر نسبت به انسان‌ها دریافت میشن و در واقع اونا انسان‌ها رو در حالت استوموشن می‌بینن، ولی با این حال سرعت عکس‌العمل فوق‌العاده سریع و کمتر از 5 میلی ثانیه دارن که باعث میشه اکثرا بتونن فرار کنن.